منیفستیشن. میپرسید این چوبه چیه؟ این همون چوب معلمه دیگه، چوب معلم که هر کی گله هر کی نخوره خله. این همونه. این آقای خدا بیامرزمه، اینم باجناقشه، همریشش. با هم میرفتن ماهیگیری. همیشه بابای من 3 تا 4 تا ماهی کپور خوب میگرفت، اونم یه دونه اینا میگرفت، هیچی، خالی برمیگشت. هر دو توی یه برکه بودن، هر دو کنار هم قلاب انداخته بودن. چرا؟ آقای من ماهی بیشتری برمی‌داشت. آیا زاویه قلابش فرق داشت، تومش فرق داشت، همه چی یکی بود. حتی میتونم بگم شوهر خاله‌ام حرفه‌ای‌تر از آقام بود، ماهیگیر حرفه‌ای بود. بریم که منیفستیشن و اصولی بهت یاد بدم رایگان همینجا. لایک کن، حمایت کن، نش کن تا انگیزه بگیرم، انرژی بهم برگرد، برای رضای خدا بکنه. اینا رو هم بذار کنار، اینا شعر و وره. یاد بگیریم روی حمایتگر داشته. زمانی که با آقا میرفتم من چیزی زیادی یادم نمیاد برای ماهیگیری، فقط یادم میاد پشه‌ها تکه تکم می‌کردن و اینکه آفتاب خیلی سوزان. ما میرسیدیم اونجا، شب من آسمون رو نگاه می‌کردم، موقع موبایل و تبلتی نبود. آقام کنار برکه هنوز داشت ماهی می‌گرفت و یهو صدا میداد، میگفت بیا که گرفتم، بهترین ماهی این منطقه رو گرفتم. همیشه از تو خونه میگفت امروز میرم ماهی رو میگیرم میام، سر زبون نمیگفت. بسیار به خودش ایمان داشت، میگفت من ماهیگیر قدری هستم. حس دارندگی برابر با داشتن اون چیز. شما هر چقدر میخوای جمله تأکیدی بگو، هر چقدر میخوای حرفه‌ای باش، تلاش کن، اگر احساس دارندگی نداشته باشی دور درجا میزنی. یه پا رو ترمزه، حرکت نمیکنه ماشین توسعه و موفقیت شما توی زندگی. یعنی اگه احساس ما سازنده است و خلق میکنه، چرا ما احساس دارندگی نداشته باشیم؟ چجور میتونیم احساس دارندگی رو تمرین کنیم؟ با شکرگزاری. وقتی که ما بابت داشته هامون شاکر باشیم، کم کم روحیه‌مون عوض میشه. ارتعاش و وایبریشن و فرکانس ذهنمون از حالت نداری، فقر، کمبود میره رو حالت فراوانی. خودآگاه داشته از قانون جذب استفاده میکرده بی اینکه علمشو داشته باشه. پس همه چیز به احساس ما برمیگرده و روحیه ما برمیگرده، نه فقط اینکه تئوری. اینا رو من دیدم تو خیلی از پیجا تئوری اینا رو هی تفت میدن و این عنصر این اگه میتونه تبدیل بشه به این، اونم میتونه تبدیل بشه به این، اگه یخ تبدیل میشه به آب، آبم میتونه تبدیل بشه به یخ. اینا چرت و پرته، اینا حشویاته. باید یه کاری بکنی که این احساس دارندگی در شما شکل بگیره. میتونه گشتن با آدمای پولدار باشه، میتونه کرایه کردن اون ماشینی که دوست داری باشه، برو کرایه‌اش کن، یه 2 روز واقعا بشین پشتش. هیچی بهتر از این نیست که لمسش کنی تو دنیای فیزیکی، نه اینکه مثلا فقط تو ذهن تجسمش بکنی ولی ذهنت شناختی نسبت به اون اشیا یا اون مکان نداره. بنابراین از فضای ارتعاشی میندازتت بیرون. برای همینه که میگن چرا اولش تجسم میتونیم بکنیم ولی بعدش نمیتونیم، چون ذهنتون داره مقاومت میکنه، ذهنی که برای بقا تنظیم شده. هایلایت نتایج ببینید، پاکسازی و بازسازی مسیر خیلی خفنه، خیلی آمدن نتیجه گرفتن. شما میتونید با بهای ناچیز و اندک بیاین تو مسیر رو روی خودتون کار کنید، ضمیر ناخودآگاهتون رو آباد کنید.